طرف بنز داره، هر شب تو بنزش داره گریه میکنه. اینا خوشحال نیستن که. برو نگاه کنین مدارسی که چند سال بریم فقط شهریه شدن، بچه‌ها همه افسرده، حالشون خوب نیست، خوشحال نیستن اصلا. برای چی پس انقدر دنبال پولی؟ این تورایی که میبرن پاریس، اسپانیا، ایتالیا، کلی پول، چند صد میلیون، 1 میلیارد فقط پول میدن. برو نگاه کن اصلا حالشون همه بده. اینا که عکس میذارن با کیفای آنچنانی و اینا برو درون زندگیشون رو ببین، همه افسردن، همه تراپی، همه قرص، حالش خوب نیست. تو برای چی دنبال پول نمیتونه برای تو خوشحالی بیاره. هر کسی تا به حال اینجوری باهات صحبت کرده خانم رئیس از یک راز خیلی مهم اطلاعی نداشته. وایسا، نمیخوام بهت بگم نه پول خوشبختی میاره، این نگرشتو عوض بکن. یه چیز متفاوت میخوام بهت بگم خانم رئیس، مسیر خوشحالی با مسیر ثروت دو مسیر کاملا متفاوته. هیچ کدوم از اینا باعث ایجاد دیگری نخواهند شد. برای خوشحال بودن باید خوشحالی کردن رو بلد باشی. برای ثروتمند بودن باید بلد باشی پولهای بزرگ بسازی. این چیزی که دارم بهت میگم خانم رئیس خیلی مهمه. تمام آینده تو رو همین جمله‌ای که دارم بهت میگم میسازه. چون اگر فکر بکنی این پوله که برای تو خوشحالی میاره، میری سراغ پولهای بزرگ و بعد به پوچی و تهی بودن میرسی، مثل خیلیایی که دیدین. و اگر به خاطر اینکه دیدین یه سری از پولدارها ناراحتن، مسیر فقر و بدبختی رو پیش بگیری چون که پولدارا خوشحال نمیشن، ممکنه توی زندگی نه بلد بشی خوشحالی بکنی و نه بلد بشی پول زیاد به دست بیاری. پس با من تکرار کنید، پول باعث خوشحالی نمیشه، خوشحالی باعث پول نمیشه. این دوتا کاملا مسیرشون متفاوته. و اگر میخوای که یه خانم رئیس باشی باید یاد بگیری هم پول زیاد در بیاری، هم با پول زیاد خوشحالی کردن رو بدونی.